سلام دوستان نازنین، امیدوارم که خوب خوش سلامت باشید. امیدوارم که دور از گزند روزگار باشید. زهرا دریابی هستم، بازم به یک برنامه دیگه در خدمت شما از آن قرار دارم. دوستان نازنین، امروز شنبه هست، بچه هم در خانه دیگه. اگر اینا را در خانه زیاد نگاه کنم، تلویزیون نگاه نه، اگر اینا را باید کم مصرف کنم. به همین خاطر تصمیم گرفتم که برم در دکان و یک سری لوازمی که خود من نیاز دارم اونا را بگیرم. بخیر بعد از این کتابخانه بریم و کدام جای اینا رو ببرم که مصرف کنم. اگر هوا زیاد سرد نبود در پارکم ببرم، اگر زیاد سرد بود که در پارکش نمیبرم. باز انشالله میاییم دیگه، آمادگی شب رو میگیریم. انشالله با هم دیگه ببینیم چی کارا کده میتونیم، چی کارا کده نمیتونیم. دوستای نازنین، امیدوارم که برنامه ما رو ترک نکنید. خب دوستای نازنین، ما آمدیم دیگه، ملی موتر نشستیم، مالی بریم طرف کتابخانه. اول مرکز شهر بریم، بعد بخیر میریم طرف دکان. خب دوستای نازنین، همه قسمی که دیدین در ویدیو، خلاصه ما رفتیم در پارک. هوا خوب میت، آفتابی خورشید خیلی قشنگ شده بود. اینا یک بارگی خیلی بد باران گرفت دیگه، مجبور شده دیگه بچه‌ها رو گرفته دیگه بیدا و طرف موتر باد گرفتیم. ما آمدیم در مرکز خرید که بریم ببینیم اینجا دیگه هوا سرده، در بیرون نمیشه. خب دوستان نازنین، زمانی که وارد مرکز تجارتی شدم دیدم یک تا لباس فروشی تازه باز شده. داخل رفتم که ببینم که جنساش چه قسمی هست و برای من توضیح دادن اگر یک تا بگیرید دومی 60% تخفیف میخورم. به خاطر جلب مشتری بودن. 2 تا کرته همون کافشن خیلی خوش آمد، اونا رو امتحان کردم و بالاخره گرفتم. متاسفانه در وقت خرید کردن کنترل کردن خیلی سخته که اصلا کنترل کردن نمیتونم. بعد از این وارد دکان اصلی شدم و چیزی که دنبالش بودم پوش لیاف بودن و از این یکی خیلی خوش آمد، هم تخفیف خورده بود و هم جنسش 100% کتانم بود. مشکلی که داشت پشت بالیش نداشت، یعنی تو باید او را جداگانه میخریدی و پول اضافه باید میدادی و اونها را هم خریدم و یک پرده به خاطر اتاق یاسمین گرفتم و چیزایی که لازم داشتیم اونا را بالاخره گرفتم و این هم از خریدی ما که 2 ساعت حداقل ما دمی دکان همراه بچه ها بودم که بیرون شدم شب شده بود. خب ما آمدیم دوستای نازنین دیگه، روز آمدیم دیگه شب از اینجا بیرون میشیم. یک 2 ساعت میجی بودیم با خدا. انا خب نازنینا، بالاخره ما خانه رسیدیم. دنبال پرده و دنبال لیاف و پوش لیاف رفته بودم. متاسفانه فقط یک پوش لیاف گرفتم، پرده برای اتاق یاسمین گرفتم و دیگه خلاصه بر سالن اینا گرفتن نتونستم، یعنی نبود چندان خوشم نامده. بعد در جای از که اونا رو بگیرم دنبال این 2 چیز رفته بودم، ولی رفتم 2 تا کافشن برای خود گرفتم. اونا رو گرفتم آل برشم نشان بدم که ببینم چه قسمی سلیقه مرا چه قسمی میگوید. دوستان عزیز باش ببینم نشان بدم به شما. خب دوستان نازنین، کافشن که گرفتم همی است و این قسمی میشه و همی قسم. بعد از این خوشم آمد و مدلش همین قسم است. بله خوب گرمه. دوستای نازنین، دومین کفشن از من ای هست که واقعا از رنگش خیلی خوشم آمد. به همین خاطر اگه یک تا میگرفتی دومیش خیلی ارزانتر میداد. به همین خاطر من
این یکی رو انتخاب کردم از رنگ از یکی دیگه این بیشتر رنگش خوشم آمده. ببینم باش بپوشم. از کرتی دومی ما که گرفتم، این مدل کوتاه هست و همین قسم. دوستان نازنین شما بگین که کدومش بیشتر از من میامده، که یعنی کدومش قشنگتر دیدم شد، ای و یا او. نظر خود لطفاً در بخش کامنت همراه ما شریک کنید لطفاً. یک سلام مجدد خدمت دوستان. امروز روز یکشنبه هست. ما تا ساعت 8:30 خواب بودیم که بیشتر از این بچه ها نگذاشت که بخوابیم. رفتیم دست صورت بچه ها رو شستم، لباسشون عوض کردم و از یک طرف سر صداش برآمده بود که ما گوش نشدم، چون وسط هفته همیشه ساعت 7 صبحانه میخوره و آخر هفته ساعت 9:30 برای بچه ها دیر است. من زود که رفتم آشپزخانه یک تخم مرغ ساده پخته کردم که بیشتر از این اذیت نشه بچه ها. دوستای یک یادآوری کردم دوستایی که اگر تا این قسمت برنامه از این برنامه ما لذت بردین، لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید، لایک کنید و یک کامنت زیبا هم بگذارید. لطفاً برنامه را ادامه برنامه همراه ما باشید دوستای نازنین. دوستان تصمیم گرفتم که به خاطر چاش کم شوروا پخته کنم که خیلی وقت بود که شوروا پخته نکرده بودم، چون بچه ها دوست نداره و به همین خاطر نان یعنی برنج همراه مرغ داشتم که از شب گذشته مانده بود و اونا گفتن که ما برنج با مرغ میخوریم و ما گفتم که بیا کمی شوروا پخته کنم بزنم که بچه ها نان دارن. و اینجا که میبینی پیازا رو خرد کرده همراه زنجبیل و 3 حبه سیر داخل میکسر میندازم و خوب خردش میکنم. من پیازا رو کلا تا جایی که بیتونم در غذاها سرخ نمیکنم. غذایی که به صورت قرمه استفاده میکنم یک میدیم تفت کم یک ذره یک دست یک دقیقه تفت میدم و در شوروا که پخته میکنم من کلا اصلا پیازا رو اصلا سرخ نمیکنم با روغن، به صورت همه چی را به صورت خام میندازم. حالا بامیه رو میره همراه فلفل دلمه داخل میکسر انداخته اونا رو هم خرد میکنم و داخل دیگ میندازم. همه چی را به صورت خام دوستای نازنین. به خاطر که چربی گوشت ما زیاد هست یک کمی روغن میندازم، در اون صورت روغن نمیندازم چون اینا خودش روغن خود رو میکشه، گوشت روغن خود رو میکشه، به همین خاطر زیاد روغن استفاده نمیکنم دوستای نازنین. نمک به اون صورت میندازم ولی نه زیاد، به خاطر اگه کم شد بعدا میتونم اضافه کنم ولی به خاطر از اول زیاد نمیندازم دوستای نازنین. حالا نوبت ادویجات رسیده. زردچوبه، ادویه مخلوط، فلفل سیاه مرجی تر میتونید بهش اضافه کنید و همچنان رب را هم به صورت خام بندازید و آب جوش اضافه کنید و شعله گاز را بالا کنید تا جوش بیاد. وقتی زمانی که به جوش آمد میتونید شعله گاز را پایین کنید، به صورت آهسته به صورت 1-1.5 ساعت بذارید که بپزه دوستای نازنین. زمانی که فهمیدید که گوشت حداقل 90% پخته شده میتونید کچالو، شلغم و زردکی که خواستید میتونید به زمان بهش اضافه کنید و 10 دقیقه آخر را میتونید به چیز اضافه کنید. 10 دقیقه آخر را میتونید کمی گشنیز اضافه کنید و بگذارید 5 دقیقه که گشنیز شوروا طعم گشنیز به خود بگیره. بعد از میتونید که بخیر نوش جان کنید دوستای نازنین. دوستای نازنین اینم بوده از ویلاگ که از ما. امیدوارم که از این شروع از ما خوشتان آمده باشد و امیدوارم که از این برنامه از لذت برده باشید. اگر دوستای نازنین اگر از این برنامه ما خوشتان آمده لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. این بود از ویلاگ امروز ما دوستای نازنین. شما را به الله پاک بی‌نیاز بسپارم. خداوند یار و مددگارتان. خداحافظ.